اینجا استبل اسبیه، کسی تا اسب خریده، این قرار اینو بخره. اسم این بامبیه. چقدر بزرگه امید، نگاه. این اسب سیتاست، اینم خود سیتاست. سلام کن سیتا. این اسب رو میگه تازه آوردن. اسم این جرمیه. نگاه موهاش چجوری بافتن. آره اینم که ماجیکه. این ماجیکه. این میگه خیلی ناآرومه، هی داره صدا میکنه. نگاه کن، میخواد بره بیرون. رویا یا اول فصل یا کامرمن میخواد بیاد بیرون. میگه میخواد بره دشت. من ترسیدم جای اسبه. اینجوری که رفت تو بیرون رو نگاه کنیم. آخه اینا اسبایی که آره مسابقه یا نه؟ نه اینا مال آدم ها هم دیگه، اون طور نمیذارن. اگه توی جایی ما نگهش کنیم. اینا صاحب دارن اینجا نگهداری میشن. این کوچولوها نگاه اسب عربیه، دهنشو نگاه. کدوم؟ سفیده نگاه، دهن عربیه قشنگ. میبینی دهنشو اینجوریه. آها پوزش میبینی قشنگ عربیه. آره. این کره است. البته اینا صاحب دارن دیگه. اینا صاحب دارن اونجا نگهداری میشن. اینا معلومه چی شدن، آرومن. اینا آرومن ولی اون مشکیه خیلی پرخاش میکرد. نگاه کن اینو چقدر قشنگ بافته موهاشو. حالا موهاشو نگاه چقدر قشنگ. اینم دشتیه که رهاشون میکنن اینجا. اینجا دور میزنن اسبا، ورزش میکنن، راه میرن. میگم هوا چطوره؟ نمیدونم چرا برشون ساعت چنده؟ لابد ساعتی داره. 10:30. هوای کم بارونیه. ببینم توی مسابقات بین المللی اسب سواری هلند چیز داره دیگه، نه جایگاه داره دیگه. مثلا از بابت مسابقات اسب سواری دارم میگم. آره این نوشته استال جاسپر، یعنی